این لحظه ها غنیمت است برادر. خیلی ها از پیشمان رفتند، جای آنها در این جماعت خالی است. یاد آنها در فکرها باقی میماند. ما هم یک روز میریم انشاءالله. برادر فقط به خاطر الله زندگی کن. این لحظه ها را غنیمت بشمار برادر. خیلی کسا در این جماعت حضور ندارم، رفتم. ما هم یک روز میریم انشاءالله. فقط به خاطر الله زندگی کن، به کسی کار نداشته باش. زندگی چون باد است گذران است. عمر ما هم در این راه مثل یک باد میگذرد. یا الله ما را در پناه خود نگه بدار. هر خطا هر گناهی کردیم از روی جهل نادانی کردیم و تو پناه آوردیم. یا الله جز پناه تو پناهی نیست. ما را از عذاب قبر، از عذاب جهنم و فتنه دجال در حفظ امان خود نگه بدار یا رب. و علیکم السلام و رحمت الله.